یکی از روش‌هایی که خیلی کمک میکنه حالا مثلا پایبند به رژیمتون باشین اینه که مواد غذایی رو از قبل آماده نگه داشته باشین. برای روزایی که تمرین دارید، روز شلوغ، معمولا فیله مرغا رو از وسط نصف میکنه. اگه مرغ بزرگی باشه معمولا سینه‌شو از وسط نصف کنین، قسمت استخونش رو میتونید برای سوپ یا چیزای دیگه استفاده کنین، ولی قسمت سینه‌ای و گوشتیشو میتونید نصف کنید. 100 گرم 100 گرم. من یک کیسه فریزر اینجوری میذارم و الان میبینید که هر یه تیکه نصفه تقریبا میانگین 100 گرم. حالا این فول 100 گرم در اومده. من اینو بسته بندی میکنم. الان همه اینایی که توی این سبد میبینید سینه‌های 100 گرمیه، فیله‌های 100 گرمی بدون استخونه. اینجوری نگه میدارم. روزی که تمرین دارم قراره از باشگاه برگردم یه دونه از اینا رو سری در میارم از فریزر بیرون، مریدنتش میکنم با مواد مختلف. حالا توی پست‌های مختلف براتون میذارمشون توی هواپس. سری کمتر از 20 دقیقه آماده میشه. میتونم با کاهو بخورم، میتونم با تخم مرغ بخورم و یه وعده پروتئینی فوق‌العاده مقوی، پروتئین، سیری مفید عملا و سیر کننده داره. اینجوری میتونید رژیمتون رو نگه دارین و نگران این نباشید دیگه وای الان من برم خونه گرسنه‌ام و اینا چی بخورم. رژیمم رو رعایت کنم اینطوری.